نمیمانی در این دنیا 90 سال. حضرت مولوی اشاره خوب داره، با قرطانه کنند. نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال. تو فقط کارت حمالیه، فقط کارت همین برداشت کردن و پنهان کردن و ذخیره کردن ای. وقت تو میگن نمیمانی در این دنیا 90 سال، تو یقینا 90 سال حیات نمیبینی. اگر 90 سال گارانتی میداشت که حیات میبینی، بگذار ذخیره کن، جمع کن، نپوش، دلت نشود. اگر 90 سال باشد نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال. نه نوشی جان کنی. حضرت پولکات هست، میگه ذخیرکات هست، ولی میل دلت بعضی چیزهایی دارد که میل دارد دلت که از همون خورید، لیکن پول در دست تایو همون را نوشی جان نمیکنی. نه نوشی جان کنی، نه پوششی تن، گذاری مال را بر شوهری زن. بشوی زن بماند، حضرت میگه بشوی زن بماند مخزنی تو، بجان خود عجایب دشمنی تو. ای بنده خدا میگه چرا اینقدر به جان خودت دشمنی میگه؟ چرا در جان خودت نمیتونی؟ چرا در بدن زیبای خودت نمیپوشی؟ شیخ سعدی هم خدا رحمت کنه کم نگفته است. کسی جمع کرد گوشه بینهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. هم تنیست داده روی عزیز. حضرت مولوی میگد نظم شنم خانوم میگد یکی اگر وقت از دنیا گذشتین و زنها را زار زار گریه شدیدین، نگوین که اون گریه برای شماست، اون گریه برای دیگرش است. دیگر کی میشیده باشه؟ با کی میشیده باشه؟ با کی یک جایه میشه؟ حضرت میگه گریه برای او است، او اشک شادی است، میگه اشک غم نیست.